تظاهر کنندگان خشمگین در برابر بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان میگویند که نیروهای مستقر در این پایگاه به قرآن توهین کردند و هلیکوپترهایی که بالای سر جمعیت میچرخند و اوضاع را زیر نظر دارند. قوت‌های آمریکایی خواستند که یک کانتینر قرآن عظیم‌الشان را بسوزانند و کارگرای مجاهدی که در اوج وظیفه اجرا میکردن اجازه ندادند که کار اینا بکنن. قرآن‌ها را همراه خود حمل کرده و بیرون کشیدن، برای همه مردم نظام دادند. مردم خشمگین ساعتها در اینجا ماندند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. شماری هم به ورودی پایگاه حمله کردند. این غرفه نگهبانی محافظان افغان پایگاه در آتش خشم معترضان سوخت. ناتو گفته که شماری از نیروهایش به اشتباه نسخه های از قرآن را همراه با دیگر موادی که غیر ضروری پنداشته میشد دور انداختند. فرمانده ناتو بابت این حادثه عذرخواهی کرده. ما با دقت در مورد این حادثه تحقیق می‌کنیم و تمام کارهای لازم را برای پیشگیری از تکرار آن انجام می‌دهیم. من به شما اطمینان می‌دهم این عمل به هیچ وجه عمدی نبوده و صادقانه از شما عذر می‌خواهم. مردم افغانستان به شدت نسبت به نحوه برخورد با مقدسات دینیشان حساسند. حالا به نظر می رسد حادثه دیشب در بگرام سبب شود پس از این نیروهای ناتو حساسیت‌های مذهبی را در افغانستان بیشتر مد نظر داشته باشند. علی سلیمی، BBC، کابل.